تا حالا شده احساس کنی زندگی توی یک دور باطل افتاده؟ تو رابطه ها، تو تصمیماتت، حتی تو احساس هایی که بی دلیل میرزن سرت. یه چیزی تو وجودت هست که نمیدونی چیه و نمیذاره راحت باشی. اگه تا آخر این ویدیو با من باشی بهت میگم اینا چیه و راه حل علمی و عملی که بتونی اونها رو برطرف بکنی رو هم بهت میگم. چیزی که هیچ وقت هیچ کس نه تو مدرسه نه تو خونه بهت یاد نداده ولی باید بهت یاد میدادن. ما بهش میگیم طرحواره. طرحواره یعنی یه نقشه ذهنی قدیمی که توی کودکی ساخته شده. وقتی یه نیاز مهم آدم‌ها برآورده نشه، این طرحواره ها و این نقشه های ذهنی شکل میگیرن و الان هنوز دارن زندگیمون رو هدایت میکنن. مثلا اینکه عاشق آدمی میشیم که تحقیرمون میکنه، یا اینکه کلی تلاش کردیم ولی هنوز احساس بی‌ارزشی داریم و هنوز عزت نفس و اون اعتماد به نفس رو پیدا نکردیم. همه اینها ممکنه ریشه در طرحواره‌ها داشته باشه. سلام، من یاسمین جنیدی هستم، روانشناس که در زمینه رویکردهای طرحواره درمانی و CBT کار میکنم و همینطور هیپنوتیزم بالینی در گروه سنی کودک، نوجوان و بزرگسال. اینجا قراره که با زبانی ساده اما علمی و عملی یواش یواش بتونیم ذهنمون رو دوباره بسازیم و اگر یک سری راهکار لازم داره که زندگیمون رو تغییر بده، اون راهکارها رو یاد بگیریم. ما حدود 18 تا طرحواره داریم. طرحواره‌هایی مثل طرد شدگی، رها شدگی، بی‌اعتمادی، نقص شرم، شکست، وابستگی، استحقاق، اطاعت افراطی و طرحواره‌های دیگه. هر کدوم از اینا یک پیام پنهانی به ما میدن. تو کافی نیستی، تو تنها میمونی، تو حق نداری کسی رو دوست داشته باشه، تو دوست داشتنی نیستی. طرحواره مثل یه برنامه قدیمیه که هنوز روی سیستم روانمون فعاله و وقتی هنوز فعاله توی انتخاب هامون امکان داره دخیل باشه و طرحواره انتخاب کنه، نه ما. همه این طرحواره ها از یه چیز ساده شروع شدن. 5 تا نیاز روانی اصلی که تو کودکی باید تأمین می شدن اما تأمین نشدن. اولین نیاز دلبستگی ایمنی. این که حس کنیم دیده میشیم، مهمیم، بی قید و شرط دوست داشتنی هستیم، این نیاز رو برآورده میکرد. نیاز دوم خودگردانی. این که اجازه داشته باشیم مستقل فکر کنیم، تصمیم بگیریم، خودمون باشیم، این نیاز رو برطرف میکرد. حد و مرز سالم. این که نه ازمون بترسن، نه ما از کسی بترسیم. ابراز احساسات و نیازها چهارمیه، بدون ترس و بدون تنبیه. لذت، بازی، نیاز به تفریح که باید به اندازه از کودکی تا به حال بهش پاسخ داده میشد. وقتی اینا ناقص باشن، ذهن یه راه بقا میسازه که بهش میگیم طرحواره. ولی اون راه بقا امروز داره زندگیمون رو خراب میکنه. راهکارهای اولیه برای پاسخ به این 5 نیاز. برای هر نیاز یه راه عملی داریم که کم کم تو کانال یاد میگیریم. الان ذهن ناخودآگاهت داره تصمیم میگیره که آیا من آمادم؟ آیا وقتش خودم رو نجات بدم؟ اگه جوابت آره هست، اون دکمه قرمز سابسکرایب رو لمسش. انگار داری به مغزت میگی من انتخاب کردم، من جلو میرم. لایک هم اگر بکنی فقط یه لمس کوچیکه، اما به مغزت داری میگی من این محتوا برام مهمه و میخوام ادامه بدم به این مسیر و زندگیم رو کمی تغییر بدم. حالا بریم سراغ قولی که بهتون داده بودم. راه حل نهایی. اگه یه فکر تکراری اومد توی ذهنتون مثل من کافی نیستم، من همیشه تنهام، من دوست داشتنی نیستم، یا هر فکر تکراری منفی دیگه‌ای، فقط کافیه به خودتون بگید که این فقط یه فکره. این فقط یه فکره. واقعیت نیست. من الان انتخاب میکنم یه جور دیگه زندگی کنم. همین. خداحافظ.